السلام علیکم زنده سلامت و خانواده سلام باشید. باباهای من در طرفی همون چیز در بیت در شهر وحدت از میگن کافرنیانی پیشینه یک روزابادی وقتی است باغهای سیب انگور و اینچنین چی میپروریزن چون در تربوزی للمی زمین های للمی هم است میپروریزن. بعد وقتی که موسم پخته رسیدنش میشه بابای پدریم دکترچه داشته است مینگفته است بابای پدریم که انگوری ما تیار شد و خوردن تیار شد، سیبی ما پخته رسید برای شما آماده میرسد. بیاید گفتن همونا رو وای میکرده است. اما آدمایی که میچرونن میسو گوسفند چی میگن گوهویشون کسی چی دارن در دوری میچرونن میسو اصلشون همونا رو با اشاره بیاین آنها رو میهمانداری میکرد با بسته در رومولچه برای اون سیب و انگور بودست که برای اهلیتون گرفته برین و این چی در موسم تربوز لالمی هم میکردن با هندلا همونجا همیشه هندلا چی هست کو لالمی همین گونه میکرده بستم و پدری مادری هم جوازی چی داشتن روغن زغیر اون کسا هم خیلی میکرده بستم با همسایشون چی میگن روغن تقسیم میکرده است صدقه برکت یا باید گفته چیم جوازم بابای مادری هم میگفتن که زنی که رقص کرده نمیتونه زن اون زن نیست زن رقص کرده باید تواند بابای پدری هم دکتر داشته با دکتر چشم مینوخته است کلوبیو هستن صنعت ترا دوست میدارن طرفی کلوب جگر کباب انا میگونه یعنی که اینها از هم طرف کلوب اومده حتی همون باغهایشان رو کنید که همیشه صدقه خیر کرده میداده بستین بیاین خورید با بسته میداده بستین برین با هم اهلیتون میخورند خانهتون انگور سیب و تربوز و خربوز للمی نمیمونه. حتی من با کلوب کانگور وقتی که شاگردان ما رو به مهمانی بردن سر خواستیم گفتن از پایش آویخته گفتم شما مهمون این برای کی کردی برای شما معلمه محترم شما از دوشنبه اومدین معلمه محترم برای شما گوسفند کردیم ذبح کردیم دیدی مهمون چقدر پیش میاد بس طرف کلوب جگر کباب من در یک یوتیوب چی کردم که یک ویدیو کردم به زبان روسی که از همه بهترین کدام ملت یکم جدا میشه در چیز مهمون آوازی یگان ملت به غیر از اون ملت یکم جدا نمیشه ملت تاجیکستان ما تاجیکان هم مهمون آوازیم من عالم رو قریب از 20 کشور رو سفر کردم در یگان کشور مثل ما تاجیک ها مهمون آوازی دیگه نیستن ما تاجیکستان مهمون آواز هستیم در کدام منطقه کشوری که نریم مهمون آوازی ما با چی میگن وی است درجه اولیش میباشد بله چی به طرف بدخشان چی به طرف کلباب چی به طرف خوجان چی به کدام طرف تاجیکستان که ما نریم مهمون آوازی ما با درجه اولی میباشد بله که ما در کلباب دیدم گوسفند راست بایش آوردن عجیب گوسفند که مهمون خیلی پیش گرفتن میگه که با گوشت گوسفند من گفتم گوشت گوسفند من نمیخورم من با گوسفند کلان شدم از گوشت گوسفند سیر هستم نمیخورید با هم میبرید فرزندان اهل ولایتون میخورن با یک ایندوکی دیگه بود رای کردن چیز کرده دادم من که ایندوک برده خامشو کرده میخوریم عجیب خیلی گفتن خوردن از با مردنش چیست نه ما هم شما میهمانداری میکنید هم میخورید هم با هم میگین میبرید وقتی که این گونه رفتار کردن که من باباهایم رو در یاد آوردم مادر رحمتی هم به من قصه کردن چگونه باباهای من سیب و انگور میخوروندن با در رومولچه بسته میدادن که گیریم برین یا که تربوز و خربوز رو میخوردن با میدادن که گیفته برین هم در یاد آمد که شما این طرف کلبا هم خیلی دستین هم میخوروند دستین هم میهمانداری میکرد دستین هم با همراهیتان گیفته برید دست این دو که تازه کردن شدن و من نکردن که میبرین خاموشو بکردن میخورین گوشت گوسفندم پاره کردم میل کرده دادن من گفتم بسیار نتینم یک کیلو تیم بس نه ما میدیم شما با تاکسی تا چی خونتون بردن میفرارن شما گوشت در دستتون گرفتن نمیبره همین کردم از همون کانگور تو همون автовокзала با ماشین خودشون آوردن با مرا تاکسی تو شنبه سخوات با تاکسی پول تاکسی رو با مرا دستم دادن که تو خونه با تاکسی میروید این گونه میهمان‌آوری در ما در تاجیک‌ها میباشن در هر ملت من میگم که زیاد از 20 کشور سفر کردن این گونه میهمان‌آوری ندیدم نه در کشور عربی نه در کشور غیر عربی بله مردم تاجیک مهمان پرور است ملت تاجیک مسافر پرور است بله برای همین بینیم تاجیکستان تاج بر سر میباشیم ما مسافر پرور میباشیم ما مهمان نواز میباشیم در حدیث پیغمبر محمد صلی الله علیه و آمده است که کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد مهمان خودش رو احترام میکنه ما میگیم که مهمان عطای خداست بله می ندارم شما زنده سلامت و خانواده سر به من باشین عزیز ما این
бобоҳои гузаштагони ман ҳамин гуна буданд. бале, аз тарафи судараи Балҷун омаданд, дар шаҳри Ваҳдат зиндагӣ карданд, ба сар бурданд ва дар дараи бери шаҳри Ваҳдат. Пас он падари ман дар маркази шаҳри Ваҳдат хона кардан моро оварданд ва хонанда мо фарзандони ҳамин оила бигем аз ҳамон насли тарафи Балҷун дар Ваҳдату дар Душанбе мебошем. Айни ҳол апаам дар Ваҳдат зиндагӣ мекунад, акау хоҳарам дар Душанбе ва ҷиёнҳоям. ман дар Ваҳдат ба дунё омадам, духтарчаи ман дар Душанбе ба дунё омад. Яъне ки мо байни Ваҳдат ва Душанбе ҳозир зиндагӣ мекунем. насле аз судараи Балҷун.